امروز در مهمانی ما قرار دارند یکی از غالبی آزمون دوره جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در نومیناسیای آهنگسازی ژانر استرادی فخرالدین دولت. سلام باشید. خوش آمدید به برنامه ما. می‌خواستیم دایر به فعالیت و حیات شما کم ترک شنیده باشیم. سلامت باشید. من دولت فخرالدین سبانقلویچ، مدیر بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی عبدالرحمن جامی این زمان کار و فعالیت می‌نمایم. سرگردگی کی در دل شما همچون کسب جوش زد؟ راستی از آغان خوردی هنر سرایندگی در دل من جوش زد، چون که من در عائله صنعتکار تولد شدم. شادروان پدر مهربانم به سرایندگی مشغول بودند. وقتی که در خانه سرایندگی میکردن ما خردسال بودم. من خردسال بودم. از همان وقت من همان ذوقی سراینده شدن در دل من جا شده است. سلامت باشید. راهنمای شما در این جوده کی را می‌حسابید؟ البته که اولین راهنمای من در این جاده خیلی که در بالا قید نمودم شادروان پدر بزرگوارم می باشد و اینچنین بعداً با استادانی که ما با آنها همکاری نمودیم، استاد عبدالله میرگانوف، استاد ایوبی رحمان، اینچنین زیاد آن استادانی که بعداً با استاد زاکیروف شاکر، حلیم محمد شریف و چندین استادان دیگری بودند که در اصلا در این زمان در بخش فرهنگ کار فعالیت می نماییم. با آنها نازکی های سند را از هر یکی آنها ما البته که آموختیم. سلامت باشین. به نظر شما سرود و آهنگ چگونه باید باشد؟ اکنون از نظر من سرود یا آهنگی که از طرف هنرمند تولید کرده می شود باید با اون درجه باید تولید کرده شود و اجرایش کرده شود که اولین با متن اعتباری جدی دادن در کار که سخنی والا باشد و اینچنین هر یک متنی که ما دسترس میکنیم البته که هر یک متن آهنگ خودش را دارد. جستجو کرده همون آهنگ را یافتن در کار و متن را با آهنگ در آورده و اجرایشی یعنی سرودن سرود را با آن درجه اجرایش کردن در کار که در دل هر یک بیننده یا شنونده در گوش شنونده یا در دل هر یک تماشابین باید آن سرود جا شود. این وطن نیست فقط وادی و کوه، صد غرور است و وقار است و شکوه. این وطن نیست فقط دال و درخت، به درختش تو ببین میوه بخت. این وطن نیست فقط دال و درخت، به درختش تو ببین میوه بخت. ما نه تنها پسری این وطنیم بلکه به جان سپری این وطنیم. ما نه تنها پسری این وطنیم بلکه به جان سپری این وطنیم. سلامت باشین.
میخواستیم نظر شما را اوید به آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزمان شنیده باشیم. چنانه که آگاهی داریم از سال 2019 اینجا شما یک اشتراکچی فعال بودین و قسما دوید به همین آزمون نظر شما را شنیدم. آزمون تاجیکستان وطن عزیزمان بسیار یک آزمون خوبه است که از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامای رحمان تشکیل کرده شده است. من فکر میکنم به نهایت برای دریافت استعدادهای نو جوان و بینید که سال تا سال آزمون با آزمون دیگرگونی ها علاوه یعنی کرده ایستادن رده بندی سین و سال شد در این سال 2021. بسیار یک تاثیر خودش رو برای دریافت استعدادها این آزمون رسانده ایستاده است. من شخصا مینداری خیش رو من شخصا به پیشوای معظم ملت میرسانم که چون این آزمون رو تشکیل نمودن و سال 2019 چه خیلی که شما قید نمودید من در آزمون اشتراک ورزیده بودم، اما بنابر سببی که انتخابی یعنی ژانر ما باید در ژانر استرادی آوازخوانی استرادی اشتراک می‌ورزیدیم، اما در ژانر اکادمی شرکت ورزیدیم. به همین خاطر در تا دوره نهایی ما کوشش کردیم به دوره نهایی راه یافتیم و در دوره نهایی نتوانستیم که غالب برویم و این چنین سزاواری جای افتخاری گشتیم. گوییم که راه افتادم نبودیم، سال اول بود. بعدا در سال 2021 حرکت کردیم که فعالانه شرکت ورزیم. بعد اشتراک کردن چرا در ژانر اکادمی موفق نشدین؟ با اون خاطر که همین ژانر اکادمی با خواندن من با اون لحن خواندن ما موافق نبود. با همین خاطر ما ژانر رو عوض کردیم و در سال 2022 هم ژانر رو عوض کردیم هم نامیناسیون رو عوض کردیم. خواستیم هنر و استعدادی یعنی ایجادکاری یعنی آهنگسازی کامپوزیتوری خود رو سنجیم. سلامت باشین. میخواستیم نظر شما رو اوید به ژانر اکادمی و ژانر استرادی فهمیده باشین که این با کدام خصوصیتش از هم دیگر فرق میکنه؟ البته که ژانر اکادمی نظر به ژانر استرادی دشوارتر است، چون که خصوصیت های خاصی خود را دارد و ژانر با همین خاطر ما ژانر استرادی را انتخاب کردیم. در دور نهایی آزمون موفق هم شدیم، سزاوار جای اول گردیدیم، صاحب جایزه و دیپلم آزمون با سایه‌دستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سزاوار کردیم. چرا محض در آزمون شعر افاق قدریان رو انتخاب نمودید؟ دوست و برادر نزدیک ما هنرمند خیلی خوب و رهبر تئاتر عطا محمد جان و فکرم شما نغز میشناسید، اوتاخان سعید زاده اوتاخان، با من یک روز با هم دیگر صحبت نمودیم و با من گفت که یک متن خوب از افاق جمعه خانزاده دسترس نمودم، من به شما میفرستم و شما کنی بینید که اگر محقق شود
آهنگ بسته سروید. من گفتم باشد روان کنید. آنها به من فرستاندن متن رو. راستی سحر بر وقت اون متن رو گرفتم و در جای کار بر وقت رفته بودم، با متن شناس شدم و این الهام ایجادی همین خلاص یک آغازی همین آهنگ در اون متن علاقه که پیدا شد. بعدا در گرفته اون متن رو با آهنگ در آورده و قریب که 30% اون آهنگ رو آماده کردیم. بعدا آهسته آهسته بگیم که قریب که 1 سال برای آماده کردن همین سرود مهنت کردیم و همین سرود با همین آهنگ آماده کردیم. چگونه شروع میشه میتونم کیست؟ باشه. اکنون به موسیقی است. اگر یکم خطاگی باشد من عذر میپرسم. بسیار قینی ها دارد، گردش ها چی دارد، دشواری های چی دارد. این ملتی قرین، این کشوری بزرگ، این صلح پایدار، خورشید نور بار. این جلوه زمان، این جلوه زمان، تاریخ را نشان، تاریخ را نشان. دایم بهار و در طلبی خش کامگان، دایم بهار و در طلبی خش کامگان. آینده باد و هر نفسش با ثبات باد، اقبال و آبرو و صفایش زیاد و باد، اقبال و آبرو و صفایش زیاد و باد. زمانی مبارکان این نسل یاریان، جمشید زادن، جمشید زادن. اولادی تاجدار، اولادی تاجدار. آینه داریدم، آینه داریدم. سوی وفا و مهر همه فانی هادند، سوی وفا و مهر همه فانی هادند. آینده باد و هر نفسش با ثبات باد، اقبال و آبرو و صفایش زیاد و باد، اقبال و آبرو و صفایش زیاد و باد. چون سروری
صحبت کنیم که از کدام نوت شروع میشه؟ این خودش چی هست؟ از نوت فا دیز آغاز می شود. این سروده که ما این زمان پیشکشی بیننده کردیم از نوت فا دیز آغاز می شود و در وقتی که اوج می شود یک اکتاو بالا می رسد تا سول دیز، تا نوت سول دیز می رود و اوج سرود. اکنون خیلی که شما در پیش گفته چرا این متن را انتخاب کرده، بسیار این متن وقتی که ما با این متن شناس شدیم خیلی مصرع‌های خوب در این متن دیده می شود. چی کارنمایی که در این 30 سال استقلال دولت جمهوری تاجیکستان از طرف پیشوای معظم ملت کارنمایی که کرده شده است و اینچنین دستاورد اون جانبازی‌هایی که در این دوره شده است پستر شده است. بعد ملت قرین این صلح پایدار خلاص پر از یک بگیم که معنی و چیزا است که این در دل ما در جا گرفت و این رو گرفتیم انتخاب کردیم و با آهنگ خودش فکر میکنم تلهم شد این شعر که با دل شنونده و اعضای حکمان قبول کردند و او رو برگزاری نمودند. این میخواستیم این دوید با موسیقیش که آهنگ ساخت خود ما خیلی که گفتیم آهنگ رو ایجاد نمودیم و برای اجرایش موسیقی با ارکستر سیمفونی مشق کردیم. ارکستر سیمفونی موسیقی رو اجرایش موسیقی رو اجرا نمودن در روز آزمون و اینچنین سراینده های اپرا بالتی شهر دوشنبه ساعت 10 سراییدن این سرود ما رو داستان یک جوان پراستعداد سلیست همچون سلیست سرود رو سرایید و خورمسترهای دیگر سری گوییم که همه سراییم با داستان همه سرایی نمودن. سلامت باشید. میخواستیم دوی با سراینده توجیه و کدام مشکلی های اساسی را دارد و روی حالش چیست؟ امروز سریع امروز خیلی که قید نمودیم به نهایت یک امکانیت خوب برای سراینده ها من همین آزمون ها است که امکانیت میدهد که هنر و استعداد خود را سنجیده مهنت میکنی صاحب جایزه میشوی و اینچنین برای ایجادیات خود من همین یک دستاورد یک کمکی خیلی خوب میشود برای طرف مشکلات که شما حرف زده. فکر میکنم در ممکن در شهر دوشنبه مشکلات ها نباشد لیکن برای سراینده ها در شهر و ناحیه ها نورساگی متخصصان ورزیده خصوص نوازنده های اسباب های سکریپکا فلیتا نای در شهر و ناحیه ها دشواری میکشن سراینده ها از چنین نوازنده ها. فکر میکنم اینم موقتی است. باوری کامل داریم که در سالهای نزدیک این چیز برطرف میشه. نقشه و خواسته های دارید که میخواین در سال 2022 اجرا شود یا عملی کنید؟ بله، وقتی که هر یک انسان سالی که با آخر میرسد، سالی که منم به سال نو وقتی شروع می شود، نقشه
نقشه‌ای که در سال نو دارد نقشه بندی میکنه اون کارهایی که در فکرش است. ما بسیار یک اقدامی خوب گرفتیم. امسال سال 2021 خود فعالیت خود در آزمون خودمان شرکت ورزیدیم، سزاوار جای نمایان گردیدیم. اکنون ما برای سال 2022 علاقه کار را شروع کردیم با شاگردان. برای آموزش شاگردان علاقه با یک نفر شاگرد چخلیکتر بالا قید نمودیم اسماعیلوف اسرائیل جان را برای شرکت فعالانه ورزیدن در آزمون مذکور آماده کرده ایستاده‌ایم که خدا خواهد در سال 2022 شرکتی فعالانه می‌ورزد در آزمون مذکور. راستی وقتی که در خدمت حربی دوی خدمت می‌نمودم، هر یک سربازی که وقتی که به خدمت حربی می‌رود در حال زنپلید میگن باز صحبت می‌آورد و از آنها رو استعداد و کجا ختم کرده و خیلی ترجمه اول پرسان می شود. بعدا دولت طلا زنپلید در قسم حربی که ما خدمت کردیم یک روز بود با من گفت دولت شما آماده شوید برای اشتراک کردن در آزمون سرودی سرباز. خیر در خدمت دیم با هم خدمتان ما مصلحت کردیم که یک اشتراک فعالانه باید در آزمون اشتراک فعالانه نماییم و سزاوار جای شویم. یک کتابچه راهنما برای در همون گارد ملی یک کتابچه کیسگی برای سربازان آماده شده بود که بسیار شرایط خوب در واسه وطن صلح دوستی در همون کتابچه بود که من آن وقتای خالگی میخوندم. از همون کتابچه یک شعر را از استاد میرزا فیضعلی انتخاب نمودم و با آهنگ در آوردیم و با همراهی همان کماندیر استاد دولت طلا در منم آزمون سرودی سرباز شرکت ورزیدیم که سزاواری جای افتخاری گردیم. چگونه سرود بود؟ بیای هموطن تا جان فدای این وطن باشه، با جان آماده هر یک ندای این وطن باشه. بیای هموطن تا جان فدای این وطن باشه، با جان آماده هر یک ندای این وطن باشه. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادر هاست، همه فرزندهای با وفا این وطن باشه. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرها، همه فرزندهای با وفا این وطن باشه. بیای هموطن تا جان فدای این وطن باشه، با جان آماده هر یک ندای این وطن باشه. چنین بود سرود. بینان عزیز، این بود صحبت اختصاصی ما با یکی از اشتراکچی فعال آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من فخردین دولتوف.